عشق ابدی یا آزمایش روانشناختی. سلام، من آنا هستم، دانش آموخته روانشناسی بالینی از دانشگاه کلمبیا. امروز میخوام نگاهی متفاوت بندازم به برنامه عشق ابدی. نه برای قضاوت، بلکه برای درک بهتر اینکه چرا بعضی رفتارها در موقعیت اجتماعی خاص اتفاق میافتند. حین تماشای قسمت‌های مختلف این برنامه، یک آزمایش معروف در ذهنم تداعی شد. آزمایش زندان استنفورد یا استنفورد پریزن اکسپریمنت. این آزمایش در سال 1971 توسط دکتر فیلیپ زیمباردو در دانشگاه استنفورد انجام میشه. در این مطالعه 24 دانشجو که سلامت روانشون تایید شده بود به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم میشن. گروه زندانی‌ها و گروه زندانبان‌ها. محیطی شبیه به زندان در زیرزمین دانشگاه ایجاد میشه و قرار میشه که این آزمایش به مدت 2 هفته ادامه داشته باشه. اما تنها بعد از 6 روز رفتار زندانبان‌ها به قدری خشن و تحقیرآمیزه که خیلی از زندانی‌ها دچار اضطراب و افسردگی میشن و کل این آزمایش به همین دلیل متوقف میشه. این مطالعه نشون میده که نقش‌ها و شرایط محیطی چطور میتونن روی رفتار انسان تأثیر بذارن، حتی وقتی آدم‌ها ذاتاً مهربون یا منطقی باشن. در واقع این آزمایش نشون داد که آدم‌های خوب هم وقتی در شرایط خاص قرار میگیرن ممکنه رفتارهایی رو انجام بدن که خودشون هم انتظارش رو ندارن. یه فیلم سینمایی هم با عنوان The Stanford Prison Experiment در سال 2015 ساخته میشه. اگه دوست داشتید میتونین ببینینش. در روانشناسی اجتماعی چند مفهوم دیگه هم هست که کمک میکنه این پدیده رو بهتر درک کنیم. اولی، فشار گروهی یا گروپ پرشر. وقتی افراد برای پذیرفته شدن در یک جمع ممکنه برخلاف ارزش‌ها و باورهای خودشون عمل بکنن. دومی، روابط درون گروهی و برون گروهی یا in-group versus out-group dynamics. وقتی افراد بین ما و اونها تمایز قائل میشن و نسبت به اعضای گروه خودشون احساس تعلق و وفاداری بیشتری دارن. حتی اگه این وفاداری باعث بشه با افراد خارج از گروه، یعنی گروه اونها، ناعادلانه یا بی تفاوت رفتار بکنن. ما انسان‌ها به طور طبیعی به حس تعلق نیاز داریم. احساس طرد شدن برای مغز ما مثل یک تهدید جدی عمل میکنه. حتی گاهی مثل خطر مرگ تفسیر میشه و به همین دلیل هم هست گاهی کارهایی رو انجام میدیم که فقط از گروه عقب نمونیم و طرد نشیم، حتی اگه اون کارها همیشه با ارزش‌هامون همراستا نباشن. حالا برگردیم به برنامه عشق ابدی. توی این برنامه میبینیم که چطور فشارهای گروهی و نقش‌های اجتماعی روی رفتار شرکت کننده‌ها تأثیر میذاره. بعضی از شرکت کننده‌ها ممکنه رفتاری رو نشون بدن که در شرایط عادی انتظارش اصلا نمیره. و یک نکته مهم دیگه، نقش‌هایی که افراد به مرور میگیرن مثل کسی که رهبر گروهه، کسی که نقش حامی رو بازی میکنه، کسی که همیشه منتقد گروهه، کسی که خیلی وقتا در حاشیه است یا فردی که طرد میشه. شاید از بیرون واضح به نظر برسن این نقش‌ها، ولی اغلب نتیجه تعامل‌های پیچیده و فضای روانی که در طول برنامه شکل میگیره. فضای پر از قضاوت، رقابت و فشار جمعی باعث میشه که افراد در نقش‌هایی جای بیفتن که شاید حتی خودشون انتخابش نکردن. مثلا تو بعضی قسمت‌ها می‌بینیم که مکالمه‌های خصوصی بعضی شرکت کننده‌ها یه دفعه برای همه پخش میشه. این خودش میتونه به شدت فضا رو تغییر بده و باعث احساس ناامنی، قرار گرفتن در حالت تدافعی یا حتی شکل‌گیری رفتارهای جدید بشه. این فشارهای روانی همون چیزیه که آزمایش زیمباردو سعی داشت نشون بده. اینکه رفتار ما فقط به شخصیتمون مربوط نمیشه، بلکه محیط، نقش و ساختار هم تاثیر بسیار زیادی دارن. اگه شما در موقع دیدن این برنامه احساسات متناقضی دارین یا متوجه تغییر این رفتارها میشین، بدونین که این احساسها طبیعیه. هدف من از این تحلیل انتقاد یا قضاوت نیست، بلکه دعوتیه به دیدن این ماجرا از یک زاویه جدید،
زاویه روانشناسانه تر، همدلانه تر و عادلانه تر. اگه به این موضوعات علاقه‌مندین حتما بخش توضیحات رو ببینید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید.